تصمیم گرفتیم که یک معلومات برای شما پیشنهاد کنیم که واقعا بسیار مهم است. زمان و عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا ندانیم در کدام حالت قرار گرفتن مردم در همون وضعیت تا ما و شما ندانیم، باور کنه اوقدر به قدری کوشش سعی و محنت های حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم رسیده نمیتونیم. بسیار موضوع مهم است. خب ما با شما درباره دولت یمن یعنی پادشاهی یمن صحبت داشتیم که واقعا در یمن عرب های میزیستان که کشمنچی نبودند، یک تمدن قدیمه داشتند. هفته گذشته در این باره گپ زدیم. خب دو پادشاهی دیگر باقی مانده است از عرب ها. امروز انشاءالله درباره اینا مختصرا یک صحبت میکنیم و بعدا میگذاریم درباره احوال مکه قبل از تولد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چه عبادت میکردن؟ عبادت شو از چه عبارت بود؟ همون بت‌هایی که در نزدش سجده میکردن چی نوع بودن؟ انشاءالله یک صحبت خواهیم کرد. خب دولت دوم عربی دولت حیره است، پادشاهی حیره که واقعا پادشاه داشت، حکمران داشت و امارت میراند. ما با شما صحبت کردیم که وقتی که در یمن سیل بسیار عظیم آمد و همون سد معریب خراب کرد، مردم مجبور شدن جلوی وطن کردن، خاصتا قحطانی ها، قوم بنی کهلان که از چند قبیله عبارت بودند و یک عده از همون قبایل به سوی عراق رهسپار شدند. این در زمانهای بود که دولت فارس ها دیگر تارمار شده بود و یگان دولت مستقل و مکمل باقی نمانده بود. از این خاطر برای عرب ها به آسانی میسر گشت در سرزمین بین دجله و فرات، در مکانی که تمدن های بسیار قدیمی را اثر گذرانده است، سکونت اختیار کنند، شهر بنا کنند، دولتداری خودشان درست کنند. پادشاهی فارس ها از عصر 6 قبل از میلاد شروع شده است. یک شخص بود با نام کوروش کبیر در سال 557 پیش از میلاد تمام حاکم و حاکمچه ها را استیلا کرد، در زیر تصرف خود در آورد و دولت فارس ها را تشکیل کرد و این دولت قوت گرفت. آهسته آهسته دولت های بسیار مقتدری که در اطرافش بودند از جمله میدیا، لیدیا، همه اینا را تصرف کرد، در زیر حکومت خود وارد نمود و کار به درجه رسید که دولت مقتدر بابل شکست داد، بابل ضبط کرد، گرفت. ما با شما گفتیم که بنی اسرائیل کوروش نجات داد. حالا اگر کتاب تورات ببینه، همین بیبلیه که چاپ می شود، اونجا کتاب های پادشاه ها دارن، کتاب پادشاهان، و در اونجا درباره کوروش هم گپ می رود. سرکیر همقدر تعریف و توصیفش کردیم کوروش که حتی بعضی از اهل تشیع وقتی که درباره اسکندر یا که درباره ذوالقرنین صحبت میکنن میگن ذوالقرنین همون کوروش کبیر است، زیرا ذکرش در چیز اومده است، در تورات اومده است. و این کوروش یک دولت مقتدری درست کرد. کوروش حتی دولت مصر شکست داده بود، حقیقتا پادشاه نامدار است. باری اول در تاریخ امپریای فارس ها را اساس گذاری نمود و این دولت با نام دولت هخامنشی ها یاد می شود و دولت بسیار اقتدارش بزرگ بود، بزرگترین دولت دنیا حساب می خورد تا زمان اسکندر مکدونی. در سال 326 قبل از میلاد حضرت عیسی، اسکندر مقدونی در گوگمل نام موضع که در همین نزدیکی های آسیای خرد امروزه هست، قشون دارای سه را پره تارمار کرد و دولت فارس ضبط کرد، گرفت. به همین دولتداری فارس ها سقوط کرد. مدت 500 سال فارس ها دیگر دولت نداشتند. بعضی حکمیتچی های خرد هر جا بود. گفتیم در همین وقتی سقوط دولت فارس ها که بسیار حکومت های ضعیف بودن، عرب ها اومدن، عرب های بنی کهلان و در منطقه عراق مستقر شدن، جا گرفتن، مکان پیدا کردن، آهسته آهسته همین سرزمین ها شد. در سال 226 میلادی بعد تولد حضرت عیسی است،
یک شخص با نام اردشیر در تاریخ با نام اردشیر بابکان یاد می شود. از سر نو دولت فارس ها را طرحریزی کرد، بسیاری ملک ها را از سر نو ضبط کرد، از جمله آمد عرب ها را شکست داد و عرب ها را در زیر تصرف خود گرفت. و این اردشیر بسیار زیرک بود، اندیشه کرد که چی جان مقام میتم خطی عرب ها جنگ میکنم، همون دولت عرب ها را گفت دستگیری میکنم، همچه وصل همچه تابع مانند، با واسطه این دولت عرب ها قبیله های سرکش آیسته آیسته پخش میکنم. همچنین در جنگ با رومی ها این عرب ها بسیار مهم بودند. از همون خاطر دولت تأسیس یافته ای را که در منطقه عراق از جانب عمر ابن فهم تنوخی تشکیل کرده بود، دستگیری کرد اردشیر. بعد عمر ابن فهم پسرش جزیمه چند مدتی حکمرانی کرد و بعد حکومت به بنی لخم گذشت. یک قبیله از ازد است، بنی لخم. اول پادشاه بنی لخم عمر ابن عدی لخمی با پسر اردشیر با شاپور زلکتوف بسیار مناسبت نزدیک داشت، در جنگ های شاپور با روم کمکش میکرد. از همین خاطر دیگر بعد از عمر ابن عدی حکومت در دست لخمی ها تا زمان اسلام باقی ماند، یعنی مدت زیاده از 300 سال. در این بین پادشاه های زیاده گذشتند، بعضی ها با نام منذر ابن نعمان، بعضی هاش با نام نعمان ابن منذر. ولی ببینیم اکثر پادشاه های بنی لخم همین خیلی نام دارن، یا نعمان نام دارن یا منذر. نعمان ها فرزنداشون منذر نام کردیان، منذر ها فرزنداشون نعمان نام کردیان، همین خیلی آمدن تا اینکه زمانی پادشاهی خسرو پرویز رسید. خسرو پرویز هم میدونه نه؟ پادشاه ایران بسیار معیشت پرست بود، عیش پرست بود، فقط موسیقی نوازاش از 1000 نفر زیاد بدیان. تصور کنه 1000 نفر شخصایی بودن که با یوز با پلنگ شکار میکردن، پلنگ بوناش 1000 نفر. 1000 نفر شخصایی بودن که بازی شکاری قطعی شکار میکردن، یعنی همو شعباز نگه کنکاش پتیک سواداش بگیم 1000 نفر. اگه شما تصور کنید 1000 نفر تباخ داشت، 1000 آدم فقط به طعام شاه سر و کار میگرفتن، تو این درجه را در معیشت در کیف صفا زندگی میکرد. اخیرا این کیف صفا سرش خورد. خسرو پرویز هر سال کنیزی نو میگرفته است، این کنیزاش هدیه میکرده است، به دیگران میداده است، همون هیئت کنیزا را نو میکرده است. و از منذر ابن ماءالسما که از همه پادشاه های حیره است یک صفتنامه یا یک خاراکتریستیک بوده است درباره زن زیبا، زن چهرهش چخیل است، ابروهاش چخیل باشه، میجوهاش چخیل باشه، گردنش چی نوع باشه. و به همین شکل واسطه شخصا را میفرستاد به اطراف اکناف، حتی به روم، حتی به چین میکفتند دخترای زیبا منظر. هر کسی که به همون خاراکتریستیک موافقت کند برای پادشاه میخریدن، میگرفتن، میآوردن که معیشت کنه. یک سال قطعشو راحت میکرده است، با اینا را تقسیم میکرده است، از سر نو باده کفت کن، کارش همین بود. خب در این بین یک واقعه شد. نعمان ابن منذر پادشاه حیره یک ترجمان پادشاه را، ترجمان خسرو پرویز، ترجمانی که از فارسی به عربی و از عربی به فارسی ترجمه میکرد، گرفت حبس کرد و در حبس خلوت کشت. این شخص عدی ابن زید نام داشت. عدی ابن زید. سبب کشتنش چی بود؟ عدی ابن زید یک دشمنه داشت، یک شخصی متعصب، یک حسدبر، شخصی که حسد میبرد که عدی ابن زید با پادشاهای فارس در یک جا می نشیند، از یک سفرت عام میخرد. باره در نزد نعمان ابن منذر بدگویی کرد نسبت اما عدی ابن زید بیچاره. عدی ابن زید با نعمان ابن منذر مناسبت‌های خوب داشت. گفت که عدی ابن زید همیشه تعریف توصیف میکند که پادشاهی نعمان وابسته به من است، من او را پادشاه نگهش داشتم، همین یک ایما کنم خسرو پرویز رو از سری تخت دور میکنه، نابودش میکند.
بیچاره اونا گفته بود است میگه پا، اما این حسد بسیار چیزی بد است. لعنت بر این حسودا که بعضا اندیشه نمیکنن، بعضا جنایت های میکنن که در تاریخ داغش میموند. ببینه همین شخص ابن مقرین گفتن یک شخص است، ابن مقرین، عدی ابن مقرین. با عدی ابن زید حسد که داشته است، با واسطه همین حسد کاری کرد که نعمان ابن منذر به غضب آمد. وقتی عدی ابن زید نزد زن فرزندش آمد به حیره، هر سال 3 ماه رخصتیش میداد از پادشاهی ایران، اتپوسکش میداد است، می اومد است استراحت میکرده، با میرفت است پایتخت ایران تیسفون. بیچاره این دفعه بیاید که نعمان ابن منذر که خشم کرده بود گرفت در زندان انداختش. بعد فرمود در همون زندان بوقی کرده کشتنش. از همین حسد بسیار بسیار احتیاط کنی بچه‌ها. این نفس پلید یک خاصیت داره که بعضا شخص میخواهد یا نمیخواهد، اما حسد، بغض و کینه در دل جوش میزند. او پیغمبر را خدای تعالی خودش محافظت میکرد از خشم و غضب و کینه و بغض، اما دیگر مردم محفوظ نیستند. بعضا حالتایی میشود که شیطان آدم را وسوسه میکند، بیهوده و بهوده نسبت یک برادر مسلمان حسد میبرد، بدگویی میکند، غیبت میکند. این بدترین خصلت است برادرای عزیز. وای به حال کسی که حسود است. این بیماری حسد تبابت شونده نیست. حسود با همون حسدش میبره اخیر میره، یک تبابت دوره مرگ. حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، میگوید آن یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم ضرب مشت. آن یکی گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تا حق مادری، هین تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. یک نکسی به دست برادر و 56 و 54 راه محکم کرده است. بسیار خواهش میکنیم، ما صدها مراتبه التماس کردیم همه کار دیگر تکرار نشود. صاحب ماشین نکسی 56 و 54 خواهش میکنیم تز ماشین تون بگیره که راه محکم کرده. یک شخص مادرش میکشد، با یک کسی دیگر نصیحتش میکنه که آخه رود درگور تو حق مادریش پیش نظر نآوردی، تو نخوا مادری مشتی پرتا بکشی، چرا کشتیش؟ گفت کار کرد کان آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. این بدبخت گفت یک کار کرد که بسیار شرمندگی است، ایرا همون خاک اگر نپوشونش ایرا به هیچ وجه دیگه گناهی را پوشانده نمی شود. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. این بدبخت گفت دایی برای شیطانی میگرد که انا فلان آدم بکش، انا فلان آدم اینا بای به دولت شده است بکش. برای گپ ایشیده من هر روز یک کس بکشم خونی مردم ده کلا بگیرم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. از او ده همین را بکشم یا برای جانم خلاص شوه. این سبک نیست. به حضرت شرح میتوقی این کشتنی مادر، اگر مادر به هر شکل نموده باشه ممکن نیست. اخی غرض از مادر چی است؟ حضرت شرح میتا میگه نفسی توست آن مادری بدخاصیت که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدبخت این همین نفسی پلیدی تای. برای همین انسان از نفسش نزدیکتر هیچی نیست. این نفس تا ای پدرت هم دوست میداری، از مادرت هم دوست میداری، از همه دوست میداری. قرآن که انم بدی و بدبختیت همه از حساب همین نفس است. هم بکش او را که بحر این دنی، هر زمان قصد عزیز میکنی. اگر تو این نفس نکشی، اگر تو این پیش راه حسد تا نگیری، از دستی تو یک عزیز دیگه سالم نمیمونه. هر زمان قصد عزیز میکنی. از و این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق با خلق جنگ. از روی همین نفسی پلیدت همین دنیای کشا در نظری تو اینقدر تنگ می شود. نه به حق درست میای به خدا، نه به خلق راست میگیری. ببینی تو گمانی که از فلان من کمترم، می فضایت کمتری بر اخترم. آخه 5 پنجه یخیر نیست. بچه او هیچ کنه بده امروز فلان و بسمدان شده است. گفته این حسد آدم درون به درون می سوزونه.
عدی ابن زیدش که یک صغیره فیسیم بود امروز ترجمان خسرو پرویز شده است، گفته این بدبخت ابن مقرین تلخش کفیده است. خود حسد نقصان عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. همین بدبختی ابو جهل هم بسیار دانشمند بود. این ابوالحکم تخلص داشت. ابوالحکم اصلا نامش عمرو است، ابوالحکمش میگفتند. هر دعوا و جنجال میشد است همین سفید میکرد است، همه رزبورو را همین حل میکرد. آدمای به عقل رزبور را حل میکنند. اما حسد این که خرش کرد، احمقش کرد. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا میگماشت. بوالحکم نامش بود و بوجهل شد. ای بسا اهل از حسد نااهل شد. اخیر ابوالحکم ابو جهل شد. برای همیشه کوشش کردن در کار که واقعا حسد در همه هست، اما کوشش کردن در کار که سریره اما حسد با عقل، با فراست، با ایمان بگیری، نگذاری که از او یگان رفتاری بد واقع شود. از روی حسد است که بزی میکنن، از روی حسد است که کارهای ناجا و نادرست میکنن، از روی حسد است که آدم فروشی میکنن. همه می از حسد است. قصه کوتاه، عدی ابن زید در زندان نعمان ابن منذر هلاک شد. عدی یک پسری داشت با نام زید ابن عدی. ای بیچاره ای ترس جانش گرفت است، در حیره زندگی میکرد. نزد پادشاه اومد گریان و فغان کنان که پدر ما کشتن. اگه حجت دلیل هم نیست، ایره اثبات کرده هم نمیشه که چخیل مثلا نعمان ابن منذر کشت است. اگر بالفرض کشته باشه هم، اگه پادشاه ایران جایی که نعمان ابن منذر مانده است هیچ وقت پشتی یک ترجمان بیچاره را نمیگرفت، یا حکیم کلان ماندگی پشتی ایره میگرفت. از اون خاطر بجای پدرش گرفت ترجمان تعیینش کرد، کار میکرد ترجمان. ولی بزرگان میگن دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. همین دشمن اگر اندک هم باشد دشمن های جوش بیا زهر شوی چه کنه. زید ابن عدی نسبت نعمان ابن منذر یک کینه سختی، خیلی قصاصی پدرش در دلش هست. پدرش کشته است، هر کس هم باشد. وقتی که همون خاراکتریستیک را پیشنهاد کردن خسرو پرویز برای کنیز با سری صحبت اومده ما که هر سال گفتیم خسرو پرویز همون موافق، یعنی همون خاراکتریستیک نوشتگی کنیز برای خودش جستجو میکرد. در دست زید ابن عدی همون خاراکتریستیک را داد، گرفت خواند، باید که این چند نسخه کنده به هر گوشه و کنار فرستاد. گفت شاها من به همین شکل و صورت یک دختر میشناسم، به نهایت زیبا است، اما میترسم که پدرش نمیتده. گفت او کی به دست که من نمیدود است؟ ولی او شخصی که دخترش من نمیتد مادرش تولد نکرده است. کی است تو خودش؟ با گفت نعمان ابن منذر یک دختری دارد به نام حدیقه. آن همین شکل و صورتی که نوشته شده است در همین صفت نامه 100% همون موافقت میکنه، حتی عید خشوتر است. همیشه زید ابن عدی اندکی دروغ گفت. بیچاره او حدیقه سبزی نبوده است، با او شکل موافقت نمیکرد، اما این زیرک میدونست که هیچ وقت پدرش حدیقه را نمیارد کنیز بده. کی میخواهد؟ شخصی که پادشاه است، سردار یک قبیله بنی لخم کلان است، او مگر راضی میشود که دخترش همچه کنیز پادشاه برای یک سال استفاده کنه با یک کس هدیه‌اش کنه بره؟ هم میدونستی جوان مرگم که هیچ وقت نمیتاش، از همون خاطر خوف نداشت که حدیقه را ببینه و بگه که تو دروغ گفتی. گفتم دختر نعمان ابن منذر عیناً به همین شکل صورت است. شاه در رو امر کرد مکتوب نویسه به نعمان ابن منذر که با مجرد رسیدن نامه من دخترت حدیقه را زود به پیش ما را بفرست. بیچاره نعمان ابن منذر در یک حالت غلطی، ای خدا چیکار کنم؟ مصلحت کرد، علاج نیافت، عذر خواهی کرد. آخه این تابع است، تابع پادشاه ایران است. خود پادشاه بود اما تابع پادشاه ایران است. مکتوب نوشت، خیلی عذر خواهی کرد، بعد در ضمن یک جمله را نوشت: این فی مهات العجم لمندوحة الامیر
عن سودان العرب. معنیش چی است؟ در عجم اینقدر آهو چشم ها زیاد هستند، آهو شکل ها، یعنی زنایی که چشماشو به چشم آهو میموند، شکلشو به شکل آهو میموند، اونقدر زیاد هستند که پادشاه بزرگوار را از سیاه چرده های عرب قانع میسازند. یعنی پادشاه ایران هیچ احتیاج به سیاه چرده های عرب نداره. این دخترها سیاه چرده ان، سبزینه ان، هیچ احتیاج نداره پادشاه. زید ابن عدی مکتوب خواند، همون جمله را خواند. با گفت نعمان ابن منذر بی‌ادبی کرده است. پادشاه گفت ترجمه که چی گفته است؟ شما ببینید اصلا مهن جمعش مهات گاوی یابایی و گاوی کهی را میگن. انتیلوپا. انتیلوپا بسیار چشمای زیبا دارد. دیده در زبان عربی همچنین مهن یا مهات گفته مادگاو هم میگن، یعنی گاوی ماده. این جوانمرد مادگاو ترجمهش کرد. گفت نوشته است که مگر همون مادگاوهای عجم برای تو کفایت نمیکند که تو سید زاده های عرب طلب میکنی؟ کلمه سودان این بیچاره به معنای از سواد گرفته است، سیاه یعنی سیاهک، مقصد سبزینه، اما این سود به معنای سعید هم میوید. ای گرفت سعید ترجمهش کرد، یعنی گفت که همون مادگاوات برات کفایه است، تو چی سعید زاده های عرب طمع میکنی؟ وقتی این را ترجمه کرد در نزد پادشاه خون در سرش زد. گفت نعمان ابن منذر بگیره بیوری. آخران پادشاهی حیرکی هست برای همون قصهش مفصل آوردیستم. بیچاره دیگه در تشویش ماند، میدونست که اگر برم یکون بلا در گرفتار میکنه. حالی نمیدونه که تا کدام درجه مسئله جدی است. به هر وجه نزد قبیله آل شیبان رفت و با سردار قبیله هانی ابن مسعود که یک جوانمردی بود، فرزندای خودش مال و اموال خودش به امانت گذاشت و خداحافظی کرده. آمد نزد پادشاه. به یک روایت پادشاه گرفت در زندان پرتافتش که در زندان مرد. بر روایت دیگر که شاید درستر باشه در زیر پای فیل ها پرتافتش. فیل ها لگد کردن کشتنش، پچکش کردن. ببینید دشمن اگر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. چی بس میشود که یک مرچک احوال فیل بد میکنه. از همین خاطر است که بزرگان میگن اگر 100 دوست داشته باشی کم است، اما یک دشمن زیاد است. اما چی کنیم که در این دنیا به دشمن هم نبشید است. پس به همین پادشاهی هیره نیست شد. جای نعمان ابن منذر در ابتدا یک شخصی را با نام ایاس ابن قبیسه تایی گذاشتن. ای از قبیله بنی تی معروف است. قبیله بنی تی احمد شنیده، با نام حاتم تی احمد میشناسه. اما او بیچاره مدت زیاد پادشاهی نکرد. 1 سال 2 سال پادشاهی کرد. شکست خورد از امو هانی ابن مسعود. وقتی که خواستن زن و فرزندانی که را طلب کنن گیرن، امو حدیقه را خواستن که طلب کنن گیرن. او هانی ابن مسعود هم بسیار جوانمرد بود. از گفت این امانت است، من به شما تسلیم نمیکنم. بر زیر پادشاه ایران برخاست. در جنگ در یک موضع با نام زیقار نزد چاه زیقار بار اول در تاریخ عرب ها عجمی ها را شکست دادند. در همینجا مغلوب کردند. قشون ایاس ابن قبیسه تایی را که لشکرش از لشکر عجم عبارت بود. بعد از او دیگر پادشاه در هیره یک ایرانی را ماند با نام آزادبه ابن مردان بنداد. در همونجا دیگر پادشاهی کرد تا زمانی آمدن اسلام و تا زمانی آمدن خالد ابن ولید. و خالد ابن ولید همه او را چپگردان کرد. و آخران پادشاهی حیره، پادشاه عربی، به همین شکل صورت عاقبت اجلش رسید و دنیای فانی را بدرود گفته رفت. خب یک دولت دیگر ماند. ما مختصر گرفتیم اینجا، اگر نیست صحبتش بسیار طولانیه. پادشاهی شام یا پادشاهی غسانی ها در بصره، در ملک شام هم در ابتدا بنی قزاعه رفتند. بعدا یک قوم از قبیله بنی کهلان رفت
و عاقبت الامر یک پادشاهی درست شد با نام پادشاهی غسانیان. غسانی ها چندین پادشاه ها داشتن. امپراتورهای روم هم اینا را دستگیری میکردن، زیرا که هم سری قبیله های عرب هم میگرفتن که به ملک های روم هجوم نکنن، هم در جنگ بر ضد ایران اینا را استفاده میبردن. یک پادشاهی بود با نام بنی غسان، بسیار پادشاهی معروف است. مثلا همون قصه های میشود که ابو طالب به شام رفت یا فلانی به شام رفت، پادشاه بصره، همین پادشاه های عرب هستند بنی غسان. و بسیار مغرور و متکبر هم بدن، به حد مغرور و متکبر هستند که یکی از همه حاکم ها و شاه ها وقتی که مکتوب رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت که به اسلام دعوتش میکرد، گرفت مکتوب پاره کرد و فرستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتل رسوندند. حارث ابن عمیر ازدی را یگانه فرستاده پیغمبر که به قتل رسید در همه بصره به قتل رسید. شرحبیل ذی‌الکلاء به قتل رسونده شد. آخرین پادشاه این سلسله غسانیه با نام جبله ابن ایهم در سال 13 هجری در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب به دست حضرت عمر مسلمان شد. جبله ابن ایهم مسلمان شد. سال دیگه به نیت زیارت خانه خدا به مکه آمد. هنگام طواف خانه خدا اگه در اونجا همه ریدا میپوشند، همه ازار و ریدا داری دیگه، پادشاهی گدایی هیچ تفاوت نیست. یکی از عرب های پایلوچ بیچاره یک کمبغل ناخواست نوگی ریدای همین پادشاه را که به زمین آویزان به دست زیر میکنه، ریدا از تنش افتید. از خشم غضب مردک پادشاه ایوخی یک مشت بروی همون بیچاره زد. اگر دیگر زمان و دیگر عصر میشید که خیلی میگفتن اگه خدا حوالش به خدا بگذشته صلوات، اما این مسلمان میدونست که در عصر کی زندگی میکند. این میدونست که عهد عمر خطاب است، عمر عادل است، عمری که حتی قصاص مرچه را از شیر میگیرد، میگذارد که یک مسلمان در رز خانه کعبه لط کوب کنه، ای بی جواب مونه. این عدل اسلام ها ببینه. اومد نزد حضرت عمر گفت یا امیر المؤمنین، پادشاه آل غسان جبله ابن ایهم یک مشت به یگان عذر در روم کفت. حضرت دعوتش کرد، گفت یا جبله چی کاری کردگید؟ به تو شرم نداشتی؟ نه از خدا شرم داشتی، نه از بندگان خدا شرم داشتی؟ این کاری تو اصلا از روی اسلام درست نیست و در اسلام تو باید مجازات شوی. گفت مجازاتش چی است؟ گفت صبر میکنی میستی اون مردک یک مشت در رود میزنه چه خیلی تو او را زده بودی، یا که شاید عذر خواهی کنی، اگر عذر تبو پذیره به همه جانت خلاص. سبحان الله. گفت شما از پادشاه را من خیلی قصاص میستونه؟ آخه من پادشاه هم نه یک پایلوچ مورا بزنه یا که ما از او عذر خواهی کنیم، هیچ علاج دیگر نداره، نمیشه یا دست مشبتم جانم خلاص شود. گفت نه نمیشه وجوره. اسلام است، در پیش اسلام همه برابرن. این اسلامی بزرگ به حد تأثیر کرده بود که شما اگر تاریخ اسلام رو ببینید که قسم به خدا آدم در تعجب میماند. پادشاهایی که از نامشو دنیا به لرزه می اومد، پادشاهایی که از هیبتشون دنیا می لرزید، چنان عدل داشتن، در عدل چنان قایم بدن که قسم به خدا در تعجب میمانید. ولی شما سیاستنامه نظام الملک بخونه ببینه، همون سلطان محمود غزنوی که قدر در دوره سویتی تنقیدش میکردن، سلطان محمود غزنوی که نامش پادشاه ها در تاج در نگین هاشو می نوشتن چقدر عدل داشت. این پادشاه های اسلام به شرافت اسلام چنان عدل های کردن که در تاریخ مثل افسانه واری مانده است، اگر چند حقیقت است. در تاریخ ما میخونده، من تا زیده یادم است درباره امپریای ترکیه عثمانی که پادشاهاش به حد غضب داشتیان، به حد سیاست داشتیان که اگر یگان وزیر گویا که گپ شونه نمیگرفته است، گپ نگیره اوسو، یگان وزیر اگر معقول شونه نمیشیده است، یک بند ابریشمیش میفرستادیان که مقصد خطا دور بکش.
او وزیر در میگیره تاخچه دور میکشید است، تهمت میزنن قسم به خدا. در اسلام خودکشی حرامه، هیچ مسلمان اینا نمیکنه، نه که خونه سوخته در تاریخ ها می نوشته نمیره. اینا بگیره تاریخ عصرهای میانه در دوره سوویتی هم خونده بوده. امپریای عثمانی را ببینه، ترکای عثمانی، ضبط کنستانتینوپل، این همی سفسطه ها زیاد است. اگر اونا اینقدر ظلم داشتن هیچ وقت ملک اونو 500-600 سال ادامه نمیکرد. عاقبت ظلم پایدار نیست. هر پادشاهی که ظلم کنه، ناعدلی کنه، خداوند زود خراب میکنه سر مملکت. یک پادشاهی بود به نام سلطان مراد ترک، سلطان مراد دو. این شخص اروپا را در محاربه کوسوو تورمار کرد، بالکان را ضبط کرد، حتی که استریا را احاطه کرد. او زمان یک امپریای بزرگ بود استریا، امپریای استرا-ونگریا میگفتند. احاطهش کرد، در در همو استریا، در در وینا سپری خچ زد به صورت غالب. تمام اروپا در نزدش میلرزید. از ترس سلطان مراد دو یگان کشتی اروپایی به اجازه در بحر بیرون زمین حرکت کردن نمیتونست. محمد اقبال لاهوری صفت میکنه سلطان مراد که چی نوع پادشاهی داشته، چی عدل داشته. محمد اقبال حضرت میگه بود معمار ز اقلیم خوجند، در فن تعمیر نام او بلند، ساخت آن صنعتگر فرهادزاد مسجد با امر سلطان مراد. یک معمار بود است خوجندی. این خوجندی ها و استراوشنی ها و اسفرگی ها ایام قدیم الایام معمارای خوب بودن، نامدار بودن. در زمان همین سلطان مراد دو به امر پادشاه یک مسجد می سازد. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. همون تعمیر شکلی درست کرده مسجدش بخدا به پادشاه معقول نشید. هر کس به خودش یک سلیقه داره. بعضی چیزی هست یک کس معقول است، دیگر کس شاید قدر معقول نشود. همون لباسای تنگ در این جوانای ما میزیبه، اگر آدمی کلوسالا پشونی تلخش میکفه، تیزتر بکشم ای تنم هم میخیره گفته. یا هم بعضی لباسایی که همش رشته ها خطی، دختگی رشته های سیمی خطی، اما شلدر شلدر، آخه او برای رقاصه ها میزیبه. دقو مرد مسلمان همتری لباسا را بپوشه. اما بعضی ها دا معقول است، اما هزار که نصیحتش میکنیم ما میبینی در طرش همو گشت است. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. آتشی سوزنده از چشمش جهید، دستی آن بیچاره با خنجر برید. پادشاه هست آخی، غضبش کرد، گرفت خنجر از زد به شست، دستی بیچاره را قطع کرده. جوی خون از ساعدی معمار رفت، پیش قاضی ناتوان زار رفت. بیچاره بندیده از شقپیده پیش قاضی اومد، گفت ای پیغام حق گفتاری تو، حفظ آیین محمد کاری تو. سفتگوش سطوت سلطان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم. گوه قاضی ترا وظیفت است امر خدای تعالی را باید که پهم کنی، تو باید پشتیبانی از بندگان خدا کنی. من غلام حلقه برگوش این پادشاه نیستم، من یک کارگر و مردی کار هستم. سپارش کردن اومدم کار کردم. پادشاه چه حق داشت که دستی من میبره؟ از روی قرآن میخواهم که حکم فیصله کنی. قاضی عادل بدندان خسته لب، کرد شهر رو در حضور خود طلب. سبحان الله. سلطان مراد را که یه اروپا در نزدش میلرزید، پادشاه دعوتش میکنه که کوبیای بلو شکایت شده است. ایرا اسلام میگن رنگ شه از حیبت قرآن پرید. شه خدا ترس، او شه خدا ترس بود که تا امروز نامش بگیریم. نباشه تری پادشاه و پادشاه بچه ها میلیون ها گذشتگیان. رنگ شه از حیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطاکاران رسید. گفت شه از کرده خجلت برده ام، اعتذار از ظلم خود آورده ام. پادشاه اومد که به خدا شرمنده ام،
از کاری کردگیم. اگر علاجش باشه همین را بلو کنیم خلاص کنیم، معمار را راضی کنیم، مقصد از بحر دعواش بگذره. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی یابد از این معنا ثبات. عبد مسلم کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. قاضی گفت ما حق نداریم، اینجا قصاص هست. خون پادشاه از خون معمار سرختر نیست. در اسلام بنده و مولا همه برابر هستند پیش خدا و پیش قرآن. چون مراد این آیه محکم شنید، دست خود از آستین بیرون کشید. سبحان الله. این پادشاه و این جوانمرد وقتی دید که نمیشید از چرز بازی قطعی پول قطعی نمیشید، دستش کشید گفت اینو بگیره قطع کنه. مدعی را تاب خاموشی نموند، آیه بالعدل والاحسان خواند. گفت از بحر خدا بخشیدمش. این معمار هم دید جوانمردی پادشاه را به این حد که نمیگه که نامعقول کرده، در کار باشه خوزیت هم میکشم، همه تنیست و نابود میکنم. خیلی نه، دست وقت دید که کشید برابر که بگیره قطع کنه. یک پادشاه جوانمرد اسلامی که عاقبت الامر در جنگ شهید شد، این شهید شد است، به درجه شهادت رسیده. گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. این اسلام برادرو. دو اکودادر جنگ میکردن با هم دیگر، جنگی در همین محله هر دش جمع آوردیم که آشتی کنه. 3-4 سال شد به هم دیگر قهری بدین. اکش راضی نمیشه که با برادر خودش آشتی کنه. این عقل فراست. این مردک ها ببینه شخصی را که دست شقت کرده است، گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. یافت مور بر سلیمان ظفر، سطوتی آیین پیغمبر نگر. پیش قرآن بنده و مولا یک است، بوریا و مسندی دیبا یک است. این قرآن همه را برابر کرده است، همه بنده خدا هستند. این عدل اسلامی. و این در زمان عمر عادل بود، عمر فاروق. گفت هیچ علاج نداری، مرده یا مشت یک مشت میخری یا گردنک تکج میکنی، التجا و التماس میکنی، شاید گناه تا ببخشد. اگر بخشید ما دعوا نداریم. جبله ابن ایهم با او کبر و با او غرور آیا راضی میشود که از یک بیچاره پایلوچ عذرخواهی کنه یا از این بدتر صبر کنه که مشتش بزنه؟ گفت یا امیرالمؤمنین یک روز مهلتم به فکر کنم. گفت مرحمت فکر کن. شبانه فرار کرد، گریخت، حج نو کرده، از ملک سرزمین مسلمانان خارج شد. میدونست که در کجای در خاک مرز اسلامی میشد، میقپیدنش. با قسطنطینیه رفت، کنستانتینوپل، نزد قیصر روم، قیصر نو خریستیان شد. بدبخت بعدم پشیمان میشود. این شاعر هم بدست پشیمان شد از کاری کردگیش. یک نظمش ماند است تا حال: تنصرت بعد الحق عورا للتما، فما یکو فیها لو صبرت لها ضرر. میگه که نصرانی شدم بعد حق، بعد که خدای تعالی چشمام بینا کرد، بعد که خدای بزرگ به اسلام مشرفم گرداند، من احمق شدم. میگه از ترس یک مشت عورا للتما. اگر میگه صبر میکردم هیچی بلوم نمیزد. آخی با یا مشت میشی. فادرکنی منها لجاج حمیه و بعت لها العین صحیحه بالعور. به سبب انمو سرکشی و تکبری جاهلیت چشم بینا و زیبا را به چشم کور و کجله ایواز کردم. واقعا این دین نصرانی در مقابل دین اسلام مثل انمو چشم کجله و کور است. فیا لیت امی لم تلدنی و لیتنی صبرت علی القول الذی قاله عمر. ای کاش که میگم مادرم نمیزایدم، ای کاش که صبر میکردم با همون سخنی که عمر رضی الله عنه گفت، امروز نامسلمان نمیشیدم، امروز کافر و مرتد نمیشیدم. ایدای پادشاهی آخرانی بنی غسان بود در شام. پادشاهیگری عرب همین مقدار بود، همه سه حکومت پادشاهی داشتن.
خب اکنون میگذاریم به احوال مکه، به عباداتی که مردم میکردن تا زمان اسلام. واقعا در مکه مکرمه خانه خدا قامت افروخته بود. از زمانهای قدیم الایام مردم خانه خدا را زیارت میکردند. دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود. چند مدت همه مردم موحد بدن، اما آهسته آهسته با مرور زمان دیگه طریقه عبادت فراموش کردن. دست به بعضی کارهای زدن که نه به عقل درست می آید، نه به آیین توحید. در گرد خانه کعبه مردان و زنان لچی برهنه شده حیوان صفت چرخ می زدن. در زمان عمرو ابن لحی خزاعی که سردار قبیله بنی خزاعه بود، گفتیم تا قریش در مکه بنی خزاعه رهبری میکرد، تولیت خانه خدا در ذمه اونا بود. این شخص عمرو ابن لحی بسیار شخصی عابد بود، بسیار عبادت میکرد، خانه خدا را طواف میکرد، درون خانه را حتی بریشش میرفت است. از اما خاطر مردمی را دوست میداشتن، احترامش میکردن. بار عمرو ابن لحی خزاعی به شام سفر میکند. بعد سفر شام همراهش یک بت را میآورد با نام هوبل. این بت از عقیق سرخ بود، به دست. در داخل کعبه ماندش، گفت ای مردم، نعوذ بالله نمی خدای شما همین را عبادت کنه. الله همه شناختند، اما ایرا مثل فرزند الله میدونستن نعوذ بالله که شفاعت میکنه. چیزی را که خچه محافظت نکرده است، دستش کنده شده است، مردم عبادت میکردن. بعد بسیار بیزه بخی یا دسته. در زمان قریشی ها با گرفتن یا دستی طلایی دیگه چسبوندنش، خودش از عقیق سرخ دستش طلایی کردن. اما بدبختی هوبل، این هوبل به شکل صورت انسان بود. مدتی مدید مردم عبادتش میکردن. بزرگترین بت در نیم جزیره عربستان انمی هوبل حساب میخورد. غیر از یک بت دیگر بود با نام لات، از سنگ تراشیدگی. این لات در طائف بود، در قسمت چپی مناره مسجد طائف. مرد اصلا این بت بنی ثقیف حساب میخورد، اما مردم وقتی که به حج می اومدن از دیگر قبیله ها مکه که می اومدن، از مکه تا طائف نزدیک ای، یک 70-80 کیلومتر می رفتن، همین هم زیارت میکردن، همین هم عبادت میکردن. دیگر از بت‌هایی که حتی ذکرش خدای تعالی در قرآن آورده است، احمقی مردم بیان کرده است، با نام عزا. این بت در نخله شامیه بود، در بالای ذات عرق، این به مکه نزدیک است، به قرب مکه. و این بت هم بتی قریش و بنی کنانه حساب میخورد، مخصوص برای عبادتش مردم میرفتیان. و نهایت دیگر از بت‌ها منات، بت بنی خزاعه. اینا در مشلل نام یک موضع در نزدیکی بحر احمر درستش کرده بودن، مردم عبادت میکردن. خداوند در قرآن میگه افرأیت اللات والعزی و منات الثالثة الاخرى. آیا دیدی؟ گفت آیا میبینی که این مردم احمق چخیل در پیش لات، در پیش عزا و در پیش سیمشون منات سجده میکنن؟ این بدگهرها خدا را فراموش کردند، عبادت خدا را به عبادت نزد یک بت عوض کردین. خداوند مذمت میکنه. عمرو ابن لحی در کتابا اومده است که جین داشته است، جینوره بوده است. یک روز همون جینش تلقینش میکند که بت‌هایی که در زمان نوح علیه السلام بودند و بعد آبخیزی در زیر لای و در زیر خاک موندن، همو در منطقه جیده هستند، در فلان موضع برا بکم بگیرش. در زمان حضرت نوح علیه السلام 5 بت سجده میشد، 5 بت معروف بود که خدای تعالی در قرآن آورده شو: ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر. حضرت نوح وقتی که به سطح آمد به خدا مراجعت کرد که رب انهم عصونی، پروردگارا این مردم عصیان کردن به من، اینو گپی من گوش نمیکنن. و قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصر. این سروراشو میگن که گپی نوح گوش نکنید، شما عبادت
ود عبادت سواع، یغوث و یعوق و نصر را ترک نکنید. آن همین بتخوره عمرو ابن لحی جوانمرد در خوابش میبینه یا همون وسوسه جین قطی میروه از جیده پیدا میکند میورد و به صورت انسان بدست، مرد به شکل یک مرد بدست. در بعضی جا اومده است که از سرب ریخته شدگی بدست. وقتی طوفان حضرت نوح شد در همون موضع جیده همونجا زیر خاک موندیان دیگر باقی بدیان. و به بنی کلب رسید، یکی از قبایل عرب، گرفتن به سرزمین خودشو بردنش به دومت الجندل. این دومت الجندل یک موضع است بین شام، در منطقه شام است، نزدیک به سرحد عراق. دومش سواع، او به شکل زن بود است. سواع به شکل زن بود. قبیله حذیل ابن مدرکه صاحب این بت شدن. در وقت حج عمرو ابن لحی خزاعی گرفت تقسیمش کرد همین بطوره که هر خدمت به منزلات تو بره و سجده کنه. یغوث به شکل شیر بد میگه، شکل صورتش مثل شیر بد است. ایره قبیله بنی قطیف گرفتن به سرزمین سبا بردنش به یمن. یعوق به شکل اسب بد است شکل صورتش. او را بنی همدان گرفتن، قوم بنی همدان در یک دهه به نام خیوان بردن راستش کردن و بنی همدان و دیگر قوم های عرب به عبادت و به زیارتش می رفتن، در نزدش قربانی ها می کردن و نهایت این نصر به شکل عقاب بد است. ایره حمیری ها به مملکت خودشو می برن، در بنی ذی‌الکلاع در همون موضع و محولی اونا مستقرش کرده بودن، عبادت میکردن. اینها هستن همون چیزایی که بسیار معروف و مشهور بودن در نیم جزیره عربستان و مردم در نزدش عبادت میکردن. غیر از این بت پرستی که در نیم جزیره عربستان شایع بود، همچنین چنانه که پیشتر ذکر کردیم بعضی از عرب ها دین یهودیت قبول کرده بودن، مثل گفتیم که ذوالنواس یمنی قبول کرده بود و همچنین یهودی ها هم زیاد زندگی میکردن در منطقه حجاز. اصلا یهودی ها چندین مهاجرت دارن. این مردم ناآرام هستند. در تاریخ همیشه وقتی که خدای تعالی دولت شو میته، قوت شو میته، یگان نامعقولی میکنن، اخیر زیر زبر میشون، روشون در گرد در تمام دنیا پهن میشون. این همین سبب پهن شدن شو همی است. تا زمانی تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی اسرائیل دو مهاجرت بزرگ ایسر گذرونده بود. یکیش قبل از میلاد بود. در سال 587 بختالنصر پادشاه بابل رفت بیت المقدس ضبط کرد، به خاک یکسان کرد و مسجدی را که حضرت سلیمان ابن داوود درست کرده بود او را گرفت چپاگردان کرد. مردای یهود بعضیش قتل عام کرد، بعضیش از دم شمشیر گذرون، بعضی دیگرش همراه زنها و کودکا به غلامی فروخت و به بابل برد همچه غلام. هجرت اولشو از همون زمان شروع شده بود. بعدا در سال 70 هجری در زمان رومی ها در ابتدا بنی اسرائیل کردار نشده بودند، یعنی دولت داشتن. اگر فیلم های درباره حضرت عیسی را شما تماشا کرده باشی همونجا میبینی که پادشاهی بنی اسرائیل بود، حتی یک بدبختی بود با نام هرود، اما در سال 70 شورش برداشتن بنی اسرائیل. این مردم مردم جنگاور هم نیستن، اما هوای دهنن و رومی ها پره تارمار شو کردن. مسجدی را که بعدی چپا کردن بختالنصر از سر ساخته بودن، همین مسجد اقصی را باز از نو گرفتن رومی ها چپا کردن. بعد در همینجا قبایل کلان یهود از منطقه فلسطین خارج شد و آمدن به حجاز، خاصتا در اطراف مدینه مستقر شدند. از جمله یک چند قبیله بزرگ، 4 قبیله بزرگ در تاریخ آمده است. یکی با نام بنی خیبر که در منطقه خیبر نزدیک به مدینه منوره یک شهرک است، همونجا مستقر شدند. 3 قبیله دیگر با نام بنی نذیر، بنی قینقاع، بنی قریظه در خود مدینه و در حوالی مدینه بودند.
اینا با جور و ظلم بسیار میکنن. برای همون در ابتدا ذکر تو کردم که یهودی ها زندگی میکردن. البته از میان عرب ها هم بعضی ها دین یهودی را قبول کردن، اما انگشت شمار بدن، اونا شمارشو بسیار کم بود. اصلا خودی هم یهودی ها بودن. و همون ذوالنواس یمنیه که گفتیم بدگهر نصرانی های نجران قتل عام کرد و حتی یک خندق بزرگ کنده و گلخن در او درگیران از 20 تا 40 هزار نصرانی را در همونجا سوزانده است. همون را انمی یهودی های بنی قریظه سرشنگران کردن بیچاره را. اومده بود باره به مدینه، اینو در دین خود گذراندنش. 2 نفر از نماینده های همین بنی قریظه 2 احبار اینو را میبره. اینا گفتم که جای رفتن آرام نمیشتن. البته خونه او آدم تا نسوزونن آرام نمیگیرن. کار کردن که ذوالنواس برزیدی مردم خودش برانگیختن، برزیدی نصرانی های نجران خست، مجبورشون کرد که دین یهودی را قبول کنید. و وقتی که قبول نکردن گرفتن همون گلخانه تشکیل کرده در آتش سوزون. چون قصه شو در قرآن اومده است، در سوره بروج قتل اصحاب الاخدود، هلاک شود میگه ای اصحاب اخدود. اصحاب اخدود ذوالنواس و دمروانش بدن از یهودی ها. همچنین دین نصرانی در نیم جزیره عربستان بود. بعضی عرب ها دین نصرانی را قبول کرده بودند، خاصتا در همین منطقه نجران یمن زیاد بودند. بعدا در شام بنی غسان، پادشاه های بنی غسان همه نصرانی شده بودند. بسیاری از قوم و قبیله بنی تیم نصرانی شده بودند. حمیری ها یک عیدش دین نصرانی را قبول کرده بودند. و در سرحدهای ایران خاصتا در بحرین مجوسی ها نیز وام خوردند که دین زردشتی را، عرب هایی که دین زردشتی را قبول کرده بودند و در همون منطقه زندگی میکردند. این بود یک تاریخ بسیار کوچک و فشرده و مختصر درباره دین و دیانت در نیم جزیره عربستان. اکنون برادرای عزیز میایم با نسب شریفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ان شاء الله الحال نمبرشو میکنیم و از هفته آینده اگر خدای تعالی امکان مبته بعد درباره تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبتمون ادامه خواهیم داد. نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 نسب در تاریخ آمده است. یکیش صحیح است، دوی دیگرش از بس که روایات اسرائیلی هستند. برای می حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفت که نسب شناسان دروغ گفتند یا دروغ میگویند. قسم اول از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا عدنان. ما گفتیم که قریشی ها عرب های عدنانی هستند. اصلا فرزندای اسماعیل علیه السلام با نام عرب عدنانی یاد می شوند. تا عدنان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا عدنان 21 پدر گذشته است. این صحیح است. قسم دیوم از عدنان تا اسماعیل علیه السلام اینجا میگن 40 تا گذشتگی، 40 پدر. حتی در کتابای تاریخ آوردن همی 40 تا را، اما او شبهناک است. قسمت سیوم از اسماعیل علیه السلام تا آدم علیه السلام، در اینجا هم 20 نفر دیگه گذشتگی، 20 شخص دیگه. خب برای ما مهمتر همون قسمتی هست که تاریخاً ثابت شدگی است و درست است و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست تا همون مقدار ذکر میکرد. یعنی محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مره ابن لعی ابن غالب ابن فهر ابن مالک ابن نظر ابن کنانه ابن خزیمه ابن مدرکه ابن الیاس ابن مزر ابن نزار ابن معد و ابن عدنان، بابای 21 رسول الله صلی الله علیه و سلم همون عدنان تاریخی است که در جنگ با بخت النصر وقتی که عرب ها بر ضد بخت النصر خستند و نگذاشتن بخت النصر که بیت المقدس خراب کرده بود ملک عرب ضبط کند، همین عدنان بابای 21 رسول الله صلی الله علیه و سلم پرچم بردار عرب بود. نسب بسیار شریف، نسب بسیار بزرگ. خب قریشی ها از زمان قصی ابن کلاب
مکه را در اختیار خود گرفتند. من قصهش 2 هفته پیش کرده بودم. چین قصی ابن کلاب در مکه سر قدرت اومد، دختری حلیل خزاعی را گرفته بود، سردار قبیله بنی خزاعه را آهسته آهسته سرداری و رهبریت مکه به دستش گذاشت. خب گفتم که قصی ابن کلاب فرزندای زیادی داشت، خاصتا 2 نفرش بسیار معروف هستند، در تاریخ نامشون مانده است. یکی با نام عبدالدار که پسر کلانی بود، دیگری عبدمناف. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از عبدمناف ریشه میگیرد. خب عبدمناف پسر دارد با نام هاشم. اصلا از عبدمناف 4 پسر مانده است: هاشم، عبدالشمس، مطلب و نوفل. 4 فرزند دارد عبدمناف. چرا هاشم میگویند؟ این اصلا هاشم تخلص است، نام نیست. نام هاشم عمرو است، عمرو ابن عبدالمناف. زیرا که وقتی که با پسر عمکاش بحث شجره شد در مسئله تقسیم وظیفه های مکه، وظیفه رفادت و سقایت به هاشم رسید. هاشم صاحبی کرد می وظیفه را. هاشم یعنی که کسی که میده میکنه، خورد میکنه. از بس که باری اول در تاریخ عرب حاجی ها را با سرید هاشم مهمانداری کرده است، نان در درون آبگوشت میده میکرده، به حاجیات هدیه میکرد. همین شوربای نونکی که خودمون بخوریم طبقکی، نان میده میکنیم، انا همین را سرید میگن. در ما همون سرید ترید شده است. ترید فقط متاسفانه در مسئله گاو استفاده میبریم، در مسئله آدم نه. حالا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فضل عایشه علی سایر نساء کفضل ثرید علی سایر طعام. عایشه نسبت دیگر زنها مثل ثرید نسبت دیگر طعام ها فضیلت داره. دیده که همین نان طبقکی چقدر با لذت های، خیلی لذت داره. کسی تاجیکستان بیاید همین خوردنهای طبقکی ما را میبینه، حواسش میکنه، از همیجا یک طبق میبره خطش. حتی برادران نقل کردن که در زاهدان رفتیم در جایی که اصلا این رسم و رسوم نیست، همون مولوی ها از همیجا گرفتیان بردیان، تمام میگه در طبق برداشتن از ما آوردن گذاشتن. همین کار از زمان هاشم شروع شده است. از همین خاطر عمرو تخلصش هاشم شده، به همین نام هاشم معروف و مشهور شد. هاشم باری اول در تاریخ قریش سفرهای تابستان و زمستان که قصهش در سوره قریش می رود، باری اول پایه‌گذاری هاشم کرده است. تابستان به شام می رفتند، زمستان به یمن به سفر می برمدند. سفرهای تجارتی را در نظر دارم. باری هنگام سفر به شام هاشم در مدینه منوره سلما فرزند عدی ابن نجار به زنی میگیرد و چند مدت همراه زن جوانش زندگی میکند. بعد راه خچ دوام میدهد و در فلسطین در منطقه غزه از دنیا میگذرد. قبر هاشم در فلسطین است، در منطقه غزه. سلما که حامله شده بود از شوهرش، بعد چند یک پسر میزاید، از بس که 1-2 توری سفید هم در سرش بود است، نامش شیبه گذاشت، شیبه. و بعد چند مدت مطلب برادر هاشم آگاه می شود که از برادرش در مدینه منوره یک پسر مانده است. مردم به ناموس بدن، به عار بدن، مثل مردم ما نبودن که برادر پروای برادر را داشته باشه. سیله رحم اگر چند مسلمان نبودن در بینشون چنان رعایه میشد که ببینه از مکه به خاطر یک پسر برادر راه دور و دراز طی کرد به مدینه اومد. دید در یک جا کودککا سقه بازی دارن، هر کدام نام نسبش میگه و سقه میزنه. استاد نگاه میکرد بازی کودککا را که نوبت یک نفرش چست چابک بچه 6-7 ساله سقه را در دستش گرفت، گفت من شیبه پسر هاشم، پسر عبدمناف، پسر قصی، پسر کلاب از قریش هستم. ای چشمای مطلب آب چکی یافت، جیانش یافت، گرفت آغوشش کرد، گفت میریم اکبر، همون ملک پدرت میریم، همون ملکی را که تعریف توصیف کردی. گفت من به اجازه مادرم رفتن نمیتونم. نزد مادرش اومد، مادرش گفت ینگه جان
این باید برای ملک و تخت بخت پدرش صاحب شود. این فرزند ما است. و این زنم زنی عاقله اجازت داد. مطلب در پشت شترش این پسرک خورد شیبه را سوار کرد آورد. وقتی داخل مکه شد مردم قریش گمان کردند که مطلب یک غلام بچه خرید است. نامش هم گفتن عبدالمطلب، یعنی بنده و غلام مطلب. هر قدر بیچاره گفت که هی مردم جاهل، این غلام من نیست، این پسری برادر من، این جانشین من می شود. اما همون تخلص عبدالمطلب در شیبه خوردکک دیگه ماند. و چنانه که خطورم در کردید سخن درباره بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت در خوردش بزرگ کرده بود می رود. متاسفانه وقت مو تمام شد اخی، صحبت مشرین ای وقت تمام شد. در همینجا انشاءالله صحبت قطع میکنیم و از عبدالمطلب